ادامه بخش چهره‌های ماندگار. عبدالرحمن جامی پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان. هر وقتی که سالگرد شخصیت‌های سرشناس ملت را جشن گرفتنی می‌شویم، از خود سوال می‌کنیم که بزرگی و محبوبیت آنها در چیست؟ امروز در سیمای مولانا جامی به این سوال با آسانی می‌توان پاسخ گفت. یعنی بزرگی عالمان و عارفان معروف و محبوب چون مولانا جامی پیش از همه در جاودانی بودن آفریده های آنهاست، زیرا هرچی آنها گفتند در ضمیر نسل‌ها مسکن گرفته است و بیگزند و جاودانه باقی مانده است. بخصوص عبدالرحمن جامی که به اعتراف همزمانانش از شخصیت‌های فوق‌العاده ادبی، علمی و فرهنگی محسوب می‌یافت و بیرون از خاک خراسان و ماوراءالنهر از فارس تا آسیای صغیر و عراق و هندوستان شهرتیار بود. شاعر و نویسنده معروف و علاقمندان شعر و شاعری تکلیفاتشان را با عبدالرحمن جامی برای داوری می‌فرستادند و سنجش او می‌گذرانیدند. به صحبتش می‌شتافتند و از او سبق می‌گرفتند. ذوق بدیعی، دانش و تجربه و هنر و مهارت مولانا در ارزیابی آثار ادبی و مسئله‌های علم و عرفان گذشته و معاصر محکی با اعتماد و ردناپذیر به شمار می‌رفت. از اینجاست که او را بهترین حکم زمانش می‌دانستند. دلیل دیگر معروفیت عبدالرحمن جامی در این بود که او نه تنها در بین اهل علم و ادب و علاقمندان آثارش بلکه در میان حاکمان دور شهرت و آبرو و اعتبار زیاد داشت. از جمله سلطان حسین بایقرا که صاحب طبع شاعری هم بود به جامی ارادت مخصوص داشت و از او در حل مسئله های گوناگون مصلحت و مشورت می گرفت. مثال دیگر که از آبرو و اعتبار فوق‌العاده عبدالرحمن جامی در کشورهای خارجی شهادت می دهد این است که امیر مظفرالدین جهانشاه پادشاه آن وقته عراقین، همدان و آذربایجان با او همچون دوست قدردان مکتوب می نوشت و اشعارش را برای ارزیابی می فرستاد. در بین اهل علم و ادب همچنین در نزد حاکمان سرزمین خود و قلمروهای دیگر چنین شهرت بی اندازه پیدا کردن در تاریخ جامعه بشری به کم کسان میسر گردیده است. از این جهت تحقیق خصوصیت‌های این پدیده نادر و عامل‌های ظهوری آن نه تنها برای شناخت درست شخصیت‌های ناتکرار مثل مولانا جامی و آثار و اندیشه آنها، بلکه برای روشن کردن سمت‌های اساسی رشد علم و ادب و فرهنگ معاصر و سبق در کاری برداشتن از آنها در روزگار ما نیز امری واجب میباشد. مولانا جامی در محیط ادبی، هنری، فرهنگی و علم و اجتماعی هرات یکی از مرکزهای قدیمی و نامدار مردم آریای تبار زندگی و ایجاد کرده است. در آن دوران در مدرسه های این شهر باستانی موافق معلومات سرچشمه های تاریخی تا 11,000 نفر طالب علمان مشغول تحصیل بوده. عالمان و مدرسان نامدار به آنها سبق علم و عرفان می‌دادند. طبیعی است که چنین محیط سازگار ادبی و علمی و فرهنگی و هنری برای ظهور و رشد و کمال شخصیت فوق‌العاده چون شاعر، عالم و عارف برجسته عبدالرحمن جامی مساعدت نموده است. یکی از عامل‌های دیگر ظهور عالم و شاعر نادر مثل عبدالرحمن جامی بی‌شبهه وابسته به شخصیت فوق‌العاده او میباشد. نخستین رساله علمی مولانا شرح به کتاب دانشمند معروف زمانش قاضیزاده رومی در علم حیات یا نجوم بود که آن وقت مؤلف اندک بیشتر از 20 سال داشت. رابطه علمی و مکاتبات دوستانه که میان عالم زبردست و صاحب کلام چون قاضیزاده رومی، همکار و همسفر اولوغبک در سمرقند و یک جوان تاجیک هراتی عبدالرحمن جامی برقرار گردیده بود خود گواه آن است که او در واقع صاحب استعداد و دانش غیرعادی بوده است.
қозизодаи румӣ бардошташ ро аз шахсияти абдурраҳмони ҷомӣ чунин ба қалам додааст: то бинои Самарқанд аст, ҳаргиз ба ҷавдати таб ва қуввати тасарруфи ин ҷавон кас аз оби умоя бадин ҷониб убур накарда. Зайниддин Маҳмуди Восифӣ ҳам дар асари маъруфи худ Бадоеъул Вақоеъ Мавлоно Ҷомиро яке аз 5 нафар шахсиятҳои ҳайратовари замонаш номидааст. бахши чеҳраҳои мондагор дар боби Абдурраҳмони Ҷомӣ, пешвои ҳавзаи илмиву адабии Мовароъуннаҳру Хӯросон идома дорад.